6 گام برای رسیدن به آرامش. 1. هیچ بوسه‌ای جای زخم زبان را خوب نمی‌کند. پس مراقب گفتارتان باشید. 2. آنقدر خوب باشید که ببخشید، اما آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید. 3. اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید. اگر اضطراب دارید، درگیر آینده. و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر میبرید. 4. یک نکته را هرگز فراموش نکنید. لطف زیادی حق مسلم میگردد. پس به اندازه لطف کنید. 5. از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید. چرا؟ چون سعی میکند با دروغ‌های پیدرپی شما را قانع کند. 6. جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان میبرد. دستاندازها نعمت بزرگی هستند. اگه میخوای هر روز باهوشتر بشی، پست رو لایک کن و چنل دانشمند شو رو ساب کن.